فرنت پاسخ داد: راستش تمرکز من بر این 5 هدف است و بد نیست گاهی به این لیست نگاهی بیاندازم. باب در پاسخ گفت: نه مایک، اشتباه میکنی. هر چیزی که دورش را خط نکشیدی یعنی نباید سراغش بروی تا 5 هدف اصلیت به سرانجام نرسیده است. مهم نیست که آنها چه هستند. قدرت حذف کردن یکی از مهمترین کارهایی است که ما باید انجام دهیم. پرهیز از کارهای ظاهراً عقلانی ولی کمبازده دشوار است. هر رفتاری هزینه دارد، حتی رفتارهای عادی هم عادی نیستند. پس بیرحمانه قل و غم کنید. خطرناکترین عوامل حواس پرتی آنهایی‌اند که شما عاشقشان هستید ولی آنها عاشقتان نیستند. قوانین نیوتن برای انجام کارها. قانون اول، بهره‌وری نیوتن. اجسام چه در حال سکون و چه با سرعت ثابت در حال حرکت به همان حالت باقی میمانند مگر اینکه بر اثر نیروی خارجی به تغییر حالت مجبور شوند. به تعویق انداختن کارها گویی قانون اساسی این عالم است. این یعنی راهی برای شروع پیدا کنید. همین که شروع کنید ادامه مسیر برایتان هموار می شود. قانون دوم، بهره‌وری نیوتن. F برابر با ma. برآیند نیروهای وارد به یک جسم برابر است با جرم جسم ضرب در شتاب آن، یعنی نیرو مساوی است با جرم ضرب در شتاب. اگر می‌خواهید بهره‌وری خود را افزایش دهید، صرفاً به حجم کار توجه نکنید، بلکه راستا و جهت انجام آن را هم در نظر بگیرید. شما فقط مقدار مشخصی نیرو برای انجام دادن کارهایتان در اختیار دارید و جایی که این نیروها را وادار می‌کنید به اندازه زحمتی که می‌کشید اهمیت دارد. قانون سوم، بهره‌وری نیوتن. هنگامی که جسمی به جسم دیگر نیرو وارد می‌کند، جسم دوم نیز همزمان نیرویی برابر ولی خلاف جهت آن وارد می‌کند. همه ما سرعت متوسطی برای پیش بردن اهداف زندگیمان در اختیار داریم. سطح کارایی و بهره‌وری ما اغلب از توازن نیروهای مولد، تمرکز مثبت اندیشی و غیر مولد، استرس، کمبود خواب و تلاش برای انجام چند کار همزمان در زندگی نشأت می‌گیرد که به نیروهای برابر و مخالف نیوتن بسیار شبیه است. با توجه به قانون سوم 2 انتخاب دارید. انتخاب اول افزایش حجم نیروهای مولد است. با افزایش سطح نیروهای مولد اثرگذاری نیروهای غیر مولد را کاهش دهید و بر آنها غلبه کنید. انتخاب دوم حذف نیروهای